بچه‌ها عزیزای دلم، لطفاً بیاین قبل از شروع چند تا نفس با هم بکشیم. 5 تا نفس عمیق جوندار. وقتی از دهن نفس میکشی به شکم، شکمت میاد جلو. با دم شکمت میاد جلو. با بازدم شکم میره عقب. یادتون باشه که خیلی موقع ها ما برعکس نفس میکشیم. نفس رو به قفسه سینه میکشیم، با دم قفسه سینه میاد جلو و این ریورس بریدینگ، نفس کشیدن معکوسه که اصلا خوب نیست. نفس قراره بیاد تا پایین شش ها و شکم بیاد جلو با دم. و اینو میتونی از دهان هم نفس بکشی. پس لطفا حالا برای این 5 تا نفس دهنتو قنچه کن، لباتو قنچه کن، انگار داری از نی نفس میکشی. خب این برعکس breath of fire. breath of fire کپالاباتی نفسی که باهاش دمای بدنتو میاری بالا. breath of fire آتیش درونتو بیدار میکنه، این خنکت میکنه. بنابراین از این تمرین استفاده کن. دهن لباتو نی کن و انگار از نی داری نفس میکشی. اوکی؟ 5 تا نفس به شکم. بازدم طولانی، قشنگ خالی شو. چشاتو اگه میخوای ببند، بدنتو ریلکس کن و عمیق و بزرگ 5 تا نفس. از دهان بازدم، با هر بازدم ریلکس کن. دقت کن که تو دم اول شکم و بعد سینه میاد جلو. یه مکس کوتاه هم بالا و پایین نفس بذار. سومین نفس. اگه دوست داری با بازدم آه کشیدنم خیلی کیف میده. همراه اون تمام بدنت رو ریلکس کن. 2 تا نفس مونده عمیق. آخری بزرگترین. برای چند لحظه همینطور آروم بمون. چه با چشای باز چه با چشای بسته آروم بمون. باور کن این از هر حرفی که من یا هر کس دیگه بخواد بزنه برات مفیدتره، بهتره.